زندگانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. شب و روزی امانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. شب و روزی امانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. برایم نویاران وقتی آخر بیشتر گشتم، برایم نویاران وقتی آخر بیشتر گشتن. وفاداران جانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. وفاداران جانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. سفیدی بر سرم گشت از عیان دیگر جوانی نیست. سفیدی بر سرم گشت از عیان دیگر جوانی نیست. خوشی های جوانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. خوشی های جوانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. ندارم گوشی بشنیدن غرض گویی و غیبت را. ندارم گوشی بشنیدن غرض گویی و غیبت را. با مردم شیرخوانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم. صلاحی زندگانی را به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم، به جانم دوست می دارم.
تشکر زیاد، خسته نباشید. سلامت باشید. درود عرض میکنم به کل بیننده های تلویزیون سفینه. برنامه فضا است و دوستان عزیز امروز آمدیم که باز هم فضای خانه شما را با ترانه ها و صحبت دلنشین رنگین کنیم. مهمان امروزه برنامه ما هنرمند مردمی تاجیکستان محمد علی ایوب هستند که حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم و همچنین مطربان چیره دستی که همراه ایشان آمدند ایشان را نیز خوش آمدید میگویم به برنامه فضا. و واقعا امروز در آغاز برنامه یک ترانه خیلی جذاب و زیبا و پر از مضمون پیشنهادی ما به شما گردید. شما را خیر مقدم میگویم، بار دیگر خوش آمدید. چه حال و هوایی داره در این روزها؟ فضای امروزه تلویزیون سفینه ما را با یک فضای بسیار زیبا و قشنگ دعوت کرده است و گمان میکنم که این فضا فضایی است که آرزوی همگی ما هست و این فضا میگذار که در هر یک خاندانی تاجیک و تاجیکستانی باشد و همیشه صلح و صلاح باشد، تنسیت باشد، خانوادگی باشد. کاش سلامت باشید، خسته نباشید. و ترانه‌ای که در آغاز برنامه پیشنهاد گردید یک ترانه‌ای که تضاد داشت در داخلش و هم تضاد زیبا داشت، یعنی تضاد بر نامرادی ها، تضاد بر آن همان پستی و بلندی های زندگی و نامردی های زندگی. یعنی با این همه درد و غم و با این همه مشکلاتی که هست، یعنی دوست داشتن رو بس نمی‌کنم. من دوست می‌دارم. بسیار ترانه جذاب بود. خسته نباشید. و در آغاز ترانه رباب بیشتر مثلا صدایش بیشتر شنیده میشد و بعدتر مثلا اسکریپکا و دیگر سازهای موسیقی رجوع کردن و بیشتر موسیقی را زیباتر کردن. بیاید درباره همین تاریخ ایجاد این ترانه حرف زنید. راست گپ این ترانه از شادروان اشور سفر است. صلاح زندگانی را به جانم دوست می‌دارم، شب و روز امانی را به جانم دوست می‌دارم. شاید این ترانه در دوره‌های همون سال‌های بعد از جنگ‌های شهروندی باشد که شادروان اشور سفر جایشان جنت باشد، زنده بودند، ساخت سلامت بودند و همیشه هر روز برای شعر صلح و امانی می‌خواندند و آرزوی صلح و امانی را می‌کردند. و یکی از این ترانه‌هایی که اشور سفر خوانده است در اون شب و روز این است که همیشه آرزوی صلح و امانی و تنجی و امانی و نمی دوستی و برادری و همدیگر فهمی را دوست داشتن را تبلیغ می‌کردند. بله. در اینجا میگوید که سفیدی بر سرم گشته است ایان دیگر جوانی نیست. خوشی‌های جوانی را به جان دوست می‌دارم. واقعا خیلی زیباست. یعنی تضاد رو ببینید که هرچند که پیر شدم و هرچند مثلا زندگی به جای رسید ولی من حالا هم مثل جوان بودن، یعنی دل من هنوز هم جوان است و خوشی‌های جوانی را دوست می‌دارم و همین گونه مضمون عجیبه در این ترانه جا شده بود. چگونه این ترانه را انتخاب کردید؟ از کجا پیدا کردید؟ بار دیگر تکرار میکنم که ترانه بعض از همین جنگ‌های شهروندی است و اون شب روز یک شب روزی بود که همین خیلی مصرع‌ها را، همین خیلی واژه‌ها را، همین مضمون مندرجه‌ای که مردم را به صلح و صلاح دعوت میکرد، مردم را به امید دعوت میکرد، به ناامیدی از جامعه وای میکرد که آدمان ناامید نباشند، برعکس باید که رو به صلح و وحدت و همدیگر فهمی و دوستی و برادری بیارن. شاید یک سبب انتخاب همین ترانه ما در همین باشد. همون سال‌ها انتخاب کردید این بله این همین سال‌های 2000 است. من اکثریت همین ترانه‌ای که انتخاب کردم در ذریعه‌شون البته سال اجازهشون رو هم قید میکنم. همین ترانه سال‌های بعد از همین جنگ شهروندی بود و شما ببینید که در همون دور بعضا غرضگویی ها بود، بعضا غیبت ها بود، بعضا سخن‌های ناجا بود و در مصرع‌های جنبستی میگوید که ندارم گوشی بشنیدن غرضگویی و غیبت را با مردم شعرخوانی را با جانم دوست می‌دارم. میگوید به جای غیبت کردن، به جای غرض گفتن، به جای ناتوانی بینی کردن، برعکس شما به مردم شعر بخونید، به مردم ترانه بخونید، مردم را با یک فضای خرسندی و خوشبختی دعوت کنید. و همیشه به روزی که قدر جامعه جهانی در شور و مغل و در درگیری‌های زیاد است، یعنی شما بیشتر کوشش میکنید که با واسطه غزل‌های پرمضمون، غزل‌هایی که کلاسیکان گفتند و شاعران امروزی ما گفتند و بیشتر همون ترانه‌های را انتخاب میکنید که مردم را برای درست، برای عشق، برای محبت راهنمایی میکنند. البته این سرچشمه دارد. سرچشمه این انتخاب شعری پند اخلاقی من در آن است که من شادروان پدرم همین خیلی ترانه خوان بودن، ترانه میخوندن، در بزم‌های چهارتنی ترانه میخوندن و همیشه اون ترانه رو انتخاب میکردن که من همین که خودم رو با یاد دارم الکی همیشه پند و اخلاق بود، نصیحت بود
و مردم رو با همین با یکدیگر فهمی با هم اویی اصلا کلمه وحدت در همین زیر همه صورت‌ها کلمه وحدت هست که میگه که همین آدم وقتی که زوری مشت از وحدت انگشت‌ها است همیشه اگر انگشت‌ها با هم مشت نشوند با قوتی و زوری و توانایی نمیشود و شاید همین سرچشمه همین ترانه پدر باشد اگر ترانه وطنداری هم سراییده باشم همون هم در زیر اخلاق هست در زیر آداب هست در زیر تربیه هست در زیر فراست هست تا جایی میخوام که وطن رو هم دوست داری و هم در زبان نه در قلب دوست داری و در عمیق در عمل دوست داری. بله. شعر یک غزل در کتاب یک شاعر است و این دقیق است که خواننده کم دارد. به هر حال یک محدوده انسان ها آن را میخوانند و مثلا به مضمون و محتوای آن صرفه میرند، ولی وقتی که یک غزل، یک شعر، یک نوشته در قالب آهنگ می درآید و موزون و زیباتر و دلنشین‌تر می شود، تأثیری آن فکر میکنم که باز هم عمیق‌تر می شود، یعنی فراگیریش زیادتر می شود و یک روح و جان تازه بر همون غزل و بر متن وارد می گردد توسط همین سازهای موسیقی، توسط ترانه. این سخن شما ما را وادار کرد که یک بیتی امیرخسرو دهلوی را خوانده باشم. امیرخسرو دهلوی می‌فرماید که شعر را حاصل عروس دان، نغمه زیورش. شعر اگر عروس باشد موسیقی زیور او است که عروس رو با زیور آب رنگ میدی، زیبا میکنی. و در مثال دیگه میگه که نظم را حاصل عروس دان و نغمه زیورش نیست عیبی گر عروسی خوب به زیور بود. یعنی که شعر اگر شعر خوب باشد و مثل عروس زیبایی است که به زر و زیور نیاز ندارد. ولی ما تا جای کوشش میکنیم که با همون زیبایی عروس با هر چی نباشد با موسیقی و با ترانه با آهنگ یک چیز با جمع کرده باشیم که باز با نظر مردم با دیده مردم با نزدیکتر قبولتر شود. و بهوده استاد مومن قناعت هم نگفتن که سخن را وزن و تمکینی زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید. و باز چی دستاویز داره؟ یک ترانه میخوام خوانم برای پدرهای مهربان. بسیار وقت از همه هنرمندان ایران میگن که شما برای چی فقط مادر رو ترانه میکنید درباره پدر سرود نمیخونید. من یک ترانه سالهای دراز برای مردم در بزم‌های مردم خواندم، ولی اینجا از منبر بلند میخونم که همه این را بشنویده باشند. شعر از میرزا واسع است. چشمانم پدر جان، عزیز و بهتر از جانم پدر جان، عزیز و بهتر از جانم پدر جان. درختی عمری من پربار کردی، خریدی وقتی تو بانم پدر جان. درختی عمری من گلزار کردی، خریدی وقتی تو بانم پدر جان. پدر جان 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 جان، عزیز و بهتر از جانم پدر جان. پدر جان 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 جان، عزیز و بهتر از جانم پدر جان. از خوردی
نمودی بر کمالم همه آن مهنتت دادم پدر جان چو از خوردی نمودی بر کمالم همه آن مهنتت دادم پدر جان به هر جای روم در پیش رویم توی خورشیدی تو بانم پدر جان به هر جای روم در پیش رویم توی خورشیدی تو بانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتران جانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتران جانم پدر جان قسم با نام پاک تا حیاتم وطن گل گل شکوفانم پدر جان قسم با نام پاک تا حیاتم وطن گل گل شکوفانم پدر جان نمایم خدمتی خلق و وطن را همیشه من زیویج دانم پدر جان نمایم خدمتی خلق و وطن را همیشه من زیویج دانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتران جانم پدر جان پدر جان 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 عزیز و بهتران جانم پدر جان عزیز و بهتران جانم پدر جان عزیز و بهتران جانم پدر جان خسته نباشید زنده باشید ترانه زیبا بود واقعا کم ترانه‌ای است که در وصف پدر گفته باشه و این ترانه بود که همون غرور و مردانگی پدرها رو بیان می‌کرد. زیبا بود خسته نباشید این ترانه هم مالی کدام سال است؟ راست گفتم این ترانه خیلی پیشتر بود اگر خطا نکنم شاید تاریخ یک 25 30 ساله داشته باشد و میرزا واسع اون شخصیتی که این مثال را به قلم آورده است یک شاعری دهاتی است یک شاعری است که در بین مردم تربیت یافته و دهقانزاده کلان شده است ولی بسیار یک ابیات خوبی دارد یک ترانه‌های بسیار دلچسب و فراوان دارد از جمله همین سرود پدرشون بسیار مقبول ما و اهل مطربان گردید و همیشه با آهنگ داریم و خواستیم که پدرای مهربان خرسند باشند. واقعا ببینید استاد یک سوال داشتم بیشتری هنرمندان کوشش میکنند که با همون رنگ و باری آهنگ صدای خود را همون بعضن وقت در داخل آهنگ پوشانند بعضی از کمبودی و همون نارسی‌های صدای خود را ولی من میبینم که
صدای شما بالای آهنگ بیشتر مسلط است. سلامت باشید. یعنی وقتی که یک نفر ترانه های شما را گوش میکند بیشتر به انمون موزونی صدا و به انمون جذابی صدا گوش میدهد و آهنگ در پسی صدا میموند بیشتر. سلامت باشید. خب این نگاه من است و هر حال من متخصص ساحه موسیقی نیستم ولی اون چیزی که من در ترانه های شما در انمون سرود های شما مشاهده کردم همین بود که بیشتر مسلط است صدا بالای آهنگ. یعنی این سری خاصیت دارد یا نمیدونم چرا این گونه؟ یک چیز است که همه چیز در سرجمی زیبا می شود. بله. وقتی که موسیقی خوب باشد، وقتی صدا خوب باشد، وقتی متن بلند زیبا باشد، دلرس باشد، انا در اون وقت میتواند که این یا آن سرود موفق شود. و هر یک هنرمندی که بیت رو میفهمد، دو بیتی رو میفهمد، غزل رو میفهمد، با گمانم که باید در انتخاب کلمه، در انتخاب سخن اونقدر کوشش کند که سخن ساده و سخن خام و ناپخته رو پیشکش مردم نکند. و من باور که اگر سخن خوب باشد، سخن بلند باشد، شنونده خود رو مییابد. وقتی که متن بالا هست و خواننده انمون ترانه رو خب با احساس با درک مثلا به شنونده میرساند و شاید که شنونده با دیگر مثلا نازکی های آهنگ و موسیقی کمتر اهمیت دهد. یعنی که این سحری سخن است که اینقدر انسان را به خود جلب میکنه. خسته نباشید. باز هم ترانه آورده دوستان. باز هم البته راست گپ این دفعه کوشش کردیم که از اجازات میرزا عبدالقادر بدیل یک چند غزل خوانده باشیم. راست گپ با اجازات بدیل رو آوردن بسیار یک جرأتی بلند در کار، بسیار یک کوشش و غیرت زیاد در کار برای تا جای ما علاقه 30 سالمون به جای رسیده است که باید که فقط حافظ و بدیل بخونیم. شاید همین چیز ما رو مجبور کرد که هیچ نباشد از اجازات همین بزرگوارا یک چند غزل برای مردم پیشکش کنیم و من باور دارم که شنونده خود تماشابین خود را مییابد. وقتی که غزل های بدیل است دیگر باید جای شک نباشه. خسته نباشید. بفرمایید. مرحبا باشید. حاصلم این مزرعی به بر نمیدانم چی شد. خواب بودم خون شدم دیگر نمیدانم چی شد. ناله باله می تپد دیگر مپرس از حال دل. رشته در خون می تپد گوهر نمیدانم چی شد. رشته در خون می تپد گوهر نمیدانم چی شد. حاصلم زین مزرعی بیبر نمیدانم چی شد. ساختم باغم دماغی ساغری عیشم نماند. در بهشت آتش زدم کوثر نمیدانم چی شد. در بهشت آتش زدم کوثر نمیدانم چی شد. مشت خون کز تپیدن صد جهان امید داشت. تا در دل بردم سوتر نمیدانم چی شد.
حاصلم زین مزرعه ببر نمیدانم چی شد منو صوفی به درس معرفت پرداختم منو صوفی به درس معرفت پرداختم او رقم گم کرد و من دفتر نمیدانم چی شد به دل اکنون با خودم غیر از ندامت نیست به دل اکنون با خودم غیر از ندامت نیست آنچه با خود داشتم در بر نمیدانم چی شد آنچه با خود داشتم در بر نمیدانم چی شد حاصلم زین مزرعه ببر نمیدانم چی شد و بعضی از ترانه هایی هستند که اگر مشاهده کرده باشید مضمونی شاد دارند ولی آهنگ های غمگین آن را میسرند و یا اینکه برعکس بعضی از متن‌های شادی هستند که آهنگ‌های غمگین دارند. حالت شعر، حالت شاعر، حالتی است که اگر در حالت خوشنودی باشد شاید شعر خوشنودی ایجاد شود، اگر در حالت محزونی باشد شاید شعر محزونی خود. حالت هنرمند ایجادکاری مطرب هم همین چیز است. خب بعد درست است که وقتی که مثلا یک آهنگی یک شعری شاد رو میگیری در آنها با آهنگ غمگینانه همون لحظه شاید انا مطرب در دل یکان غصه دارد که همون ترانه شادی را با یک موسیقی محزون ایجاد میکنند. اگر اینجا گپ در باره حضرت بدیل میرود ولی این ترانه بود که واقعا با آهنگ و با متن بسیار توأم بود و در یک حالتی که واقعا هم تاثیرگذار بود. ولی من گفتنی بودم که بیشتر هنرمندانی هستند که همین رو درک نمیکنند که هنگامی که آهنگ میبندن و گوش میدهی یک شعر خیلی شاد است ولی آهنگ خیلی غمگین است و یک دخورگی در دل شنونده پیدا میشود. یعنی اینم از آن است که به متن و آهنگ کمتر اهمیت میدهند. غزل حضرت بدیل هنرمند رو مجبور میسازد که شما باید که هنرمند یک چیز ایجاد کنید که حاصلم زین مزرعه ببر نمیدانم چی شد. واقعا خاک بودم، این حضرت بابای آدم رو در نظر دارد، خاک بودم خون شدم دیگر نمیدونم چی شد. واقعا وقتی گوش دادم یک فلسفه عجیب هم داشت. ببینید فلسفه بلندی خیلی همه این دنیا نمیدونم چی شده است. یعنی تمامی کارها تمامی زندگی تا به یک جای میرسد و آخر به خود سوال میگه که نمیدونم چی شد. ببین که میگه ساختم واقعا. میگم من واقعا ساختم من راضی بودم عادت کردم. ساختم واقعا دماغی ساغری عیشم نماند. در بهشت آتش زدم. کوثر نمیدونم چی شد. بیش آتش زدی حالی کوثر بود امروز یک آب پوشی کنند. حضرت بدیل خیلی غزل‌های جذاب و خیلی ماندنی دارند که درکیان و مضمونیان رفتن خیلی سخت است که خب فکر میکنم که مطالعه بیشتر را طلب میکند که تا به این درک و به این مضمون برسیم. خسته نباشید استاد و خیلی شاد شدم که امروز به برنامه فضا تشریف آوردید و بار دوم است که در این برنامه با شما صحبت میکنم و از صحبت‌های شما از ترانه‌هایی که در برنامه فضا پیشنهاد میکنید آخرام لذت میبریم و باور دارم که این ترانه ها این برنامه برای بیننده تلویزیون سفینه نیز پسند است. ما که معنی میدهیم به بیننده تلویزیون. خسته نباشید و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. میتوانید در انتها پیغام و درود و خب حرفای ناگفته خود را برای بیننده گفته باشید. بهترین طولی 3-4 سال است که حکومت جمهوری ترکستان خواسته پیشوای معظم ملت برای مردم یک چند آزمایش را تشکیل کرده است که از جمله
تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی. واقعا یعنی که همین خواندن همین ایجادات شاعران کلاسیک و معاصر ما اگر من باردم در وجود انسان ذره انصاف باشد، اگر ذره وجدان باشد و باز دیگر کلمه‌های بزرگ باشد، اگر همین شعرهای کلاسیک معاصر همین تاجیک ما را بخوانند، اگر من باردارم که هیچ وقت راه خطا نمیرم، فقط راه راست هدایت میکنم، فقط مردم رو به نکوکاری، به محبت، به صداقت، به مهر، به وطن دوستداری به همین دعوت میکنند و من گمان میکنم که همین شعرها را نسل جوانی ما بیشتر گوش کنند، بیشتر با آموزند. بسیار یک کتابخانه بزرگی معنوی ملت ما را باید که از دست ندهند که بسیار این عام بسیار یک نعمت بی‌بهای هستند. یعنی کتابخانه بزرگ معنوی ملت این مردم است. آفرین. کتابخانه. خسته نباشید. خوش آمدید بار دیگر. خب از حضور شما، از آنی که مطربان امروز در برنامه شرکت ورزیدن و زحمت کشیدن و آهنگ‌های زیبا نواختن، شما را نیز خوش آمدید میگم. دستای زیبای شما در نکنند. شما نیز استاد خسته نباشید. صداتون خسته نباشد. بعد دوستان عزیز، همین جا به انتهای برنامه امروز فضا هستیم و در انتها باز هم از غزلیات عبدالقادر بدیل یک ترانه جذاب پیشنهاد می‌شود. همت گر هست پای بر سری دنیا زنید، همت گر هست پای بر سری دنیا زنید، همچو گردون خیمه در عالمی بالا زنید، خانه پردازی نباشد پی آرامی جسم، این غباری رفته را در دامنی صحرا زنید، این غباری رفته را در دامنی صحرا زنید، همت گر هست پای بر سری دنیا زنید. سالی عافیت در محفلی گفت و شنود، گوش اگر باز است بار کافل بر لبها زنید، میتوان فرهاد شد گر به ستون نتوان شدم، تیغ اگر بر سر نباشد تیشه بر پا زنید، تیغ اگر بر سر نباشد تیشه بر پا زنید، همت گر هست پای بر سری دنیا زنید. کشته ای تیغی نگاهی لاله رویان ما، کشته ای تیغی نگاهی لاله رویان ما، شمی داغ بر سری لب ای مزاری ما زنید، بزمی ما را غیر قلقل مصیبه در کار نیست، ساقیا دست بسازی گردنی می نازنید، حسرتی مگر نباشد نیست تشویشی خمار، بیشکنید امروز جامو سن بر فردا زنید، مصرعی آهی که گردد از شکستی دل بلا، گر فتد موزون به گوشی به دیدی شیدا زنید، مصرعی آهی که گردد از شکستی دل بلا،
گرشیتد موزون و گوشی به دلی شیدا زنه همت گر هست پای بر سری دنیا زنی همت گر هست پای بر سری دنیا زنی